دوستان عزیز درود. نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل منظور شماست. این نوبت ما سری ترانسفرهای انجام شده هفته قبلی در توپ 5 چمپیونات های اروپا برایتان خواهیم گفت. اول گپ این که سابق سرمربی دسته برندفورد بعد اشغال زینه دهم در پرمیر لیگ انگلیا اخیراً رسما چون سرمربی تاتنهام هاتسپور اعلان کرده شد. انژه پوستکوگلو را باشد، هرچند که تاتنهام را در لیگ اروپا چمپیون هم کرده باشد، همان نتیجه شرمنده‌آور موسم پیشین را دیگر برایش نبخشیدند. زینه 17 یک گرند انگلیسی در چمپیونات خودی را البته هیچ کس انتظار نداشت، ولی وقتی که مربی استرالیوی در لیگ اروپا جایزه طوری سر برداشت و جوانی به جایزه تاتنهام را آرو تارو داد، کسی باور نداشت که او را اخیراً از دسته بیرون میکنند. خلاص هر چیزی که نشود، توماس فرانکی دنیوی به لندن آمد و انیق شماره دنیوی ها در تیم لیوی به مراتب بیشتر می شود. در دسته دیگری لندنی شمالی باشد 5 میلیون جریمه دادند و اخیراً از جیدون سانچو خلاصی یافتند. سانچو هرچند که در فینال لیگ کانفرانسیا ها وقتی جایزه گیری مهنتی زیاد کرد، ولی این امریکاییان گپزن را در چلسی قانع نکرد. بالاخره سانچو هم با دل نافارم و یک دنیا درد و غم راه خویش را دیگر باره به سمت منچستر پیش گرفت. ولی با چنین رنگ گرفتنی کار سانچو زیاد در امیو نمانده، تابستان ممکن که یگان جای دیگری کار پیدا کند. برای خلاصی یافتن از بحران یونایتد برایش اقلا اجاره هم باشد می شود. در آمد گپ از امیو کریستیان اریکسن، ویکتور لیندلف، جونی ایوانز، دروازه‌بان ها خوبرت گراچیک، توم مایلز و توم ووستر و همچنین دفاعگران جک کینگدون، سمیوره و جیمز نولان رفتند. پس همگان که از این ورزشگاه فرصت‌های اخیر مشخانه گرفته باشند، پس برای سانچو ممکن که در آنجا یگان جا پیدا شود. یک نفر دیگر که زمستان از منچستر سر مشکل بیرون شد و به خوشبختی رسید آنتونی برزیلی است که او نیز مثل سانچو با انجام اجاره دوباره راه سمت اولد ترافورد پیش گرفت. ولی دسته اجاره گیری او بتیس باشد امیدها از دست نداده بر آن است که به یک سال دیگر میتواند آنتونی را به اجاره بگیرد. با قول مالکان تیم اسپانی بعد انجام مهلت اجاره دوباره آنها میتوانند آنتونی را بر عوض 33 میلیون یورو خریداری کنند. ولی از طرف دیگر این پیشنهاد 20 میلیون و 30 میلیون هیچ به آن 90 میلیون یک زمان از برایش مصرف شده برابر شده نمیتواند. نرخ گزارشی و معاش این طایفه بازیگران که زیاد است، از برای همین با آسانی هر طرف روان کردنشان هم کار آسان نیست. در ایتالیا اخیراً قهرمانان فعلی سری آ با خود کوین دبروینه شرطنامه امضا کردند و کوین هم اخیراً چون 10 سال قبل در چلسی با لوکاکو دیگر باره هم دسته شد. 10 سالی بودن دبروینه در صف سیتی البته که با سرگذشت افسانه‌ای پر از جایزه ها پس سر شد، ولی در زمین نپالیتانی ها باشد کاروبار اندک برایش وزنین خواهد بود. همین طریق ناپولی در شبکه‌های اجتماعی عاید گزارش نمایشگر 33 ساله بلگیایی کوین دبروینه رسما اعلان نمود و در صحیفه خویش هم نوشته است شاه کیف اینجاست. نمیدانم که کیوی در ناپولی چون شاه باقی میماند و یا برعکس گدا می شود، ولی عین زمان آمدن کوین به شهر نیاپل واقعا هم توی و تماشا برپا کرد. از دسته اینتر که موسم قبلی در فرصت‌های آخرین کلی امکانیت‌های جایزه‌گیری را از دست داده بود، خواکین کاریا به بوتافوگو برزیلی رفت و شرطنامه تا سال 27 بست. آرژانتینی 30 ساله دید که در اینتر دیگر قپیدن ماهی بدون لای کردن آب غیر امکان است. از این پس در چمپیونات نزدیک به وطن برآمد می‌کند. موسم قبلی سری آ کاریا 19 بازی گذرانید و 2 گل هم به ثمر رسانید. آمارها نشان می‌دهند که از رفتن کاریا از اینتر آنقدر تلفات کلان هم به میان نخواهد آمد.
در منتخب ایتالیا باشد وابسته به نتیجه های بدی دستاوی وضعیت کلاً به قول ترب است. بعد آنکه ایتالیایی از دسته هلند با حسابی بزرگی 3-0 شکست خوردند و تنقیدها سر دسته اسپالتی هم زیاد شد، او بالاخره خود سرانه استعفا داد. اکنون فوتبال بزرگ ایتالیا در جستجوی مربی نو است. بعد آنکه پیرمرد رانیری از چنین وظیفه پرشرف دست کشید و واریانت های دیگری قابل قبول هم به چشم این طایفه فوتبالدانان نمی آید، کل انتخاب به سمت جنارو گاتوزو است. در آمدی گپ گاتوزو را موسم قبلی با خایدوک از قهرمانی در چمپیونات خرواتیا در دور آخرین تنها 2 خال دیگر جدا نمود، ولی جنجال‌های او با خروات‌ها در آن طرف دنیا البته که از خود زیاد سر و صداها بلند کرد. گفته می شود که پرزیدنت فدراسیون فوتبال ایتالیا گابریل گراوینا علاقه بحر ملاقات به نزد گاتوزو رفته و اگر گپ و کار همه درست بگیرد پس جنارو در تیم منتخب ایتالیا سری همگان شف می شود. یک داد و گرفت دیگر هفته اخیر میان اتلتیکو و بارسلونا البته که گزارش دفاعگر فرانسوی کلمان لانگله نامیده می شود. شرطنامه با فرانسوی که سالیان زیاد برای بارسا نادر کار بود تا سال 28 بوده، بعد مدت اجاره و 23 بازی با 2 گل اخیراً لانگله از بارسا خلاص شد و مخلصان بارسا از این فرانسوی ملایم خنک جدا شدند. با قول معلومات یک سرچشمه خبری نزدیک به عائله نیلوناری ها، کلمان با رفتن از تیم کاتالانی بیش از 20 میلیون به دست فایده آورد و فوند معاش بازیگران را هم به مراتب سبک کرد. همچنین برای بازیگری آزاد شدنش لاپورتا به فرانسوی چطور در ما بسیار میگویند از کیسه خود 1.5 میلیون یورو پرداخت نمود. ولی ترانسفری نهایت بحث برانگیزی دروازه‌بان اسپانیول ژوان گارسیا به بارسلونا واقعا هم شدتناکی را در دسته بلند کرد. از یک جانب اسپانیولی دشمن برای بارسا این گزارشی دروازه‌بانش را خیانتکاری بزرگ نامید، از جانب دیگر باشد حیات بعدی تر شتگن بر این دروازه‌بان‌ها در بارسا باز هم تلختر و تاریکتر می‌گردد. شرطنامه 5 ساله با ژوان گارسیا هم برای شنسنی رقابت پذیری را مشکل می‌کند و حلقه 2 همشهری را در دسته دست به گریبان کرد. اینجا گپ سری سرد شدن مناسبت‌ها میان هانسی فلیک و مارک اندره تر شتگن می‌رود که به قول رسانه‌ها روزهای اخیر تشویش آور است. ولی کارها در بارسا چطوری نباشند، از جانب دیگر ریال فقط دفاعگر می‌آورد. با آمدن ترنت و آن ضربه‌های کنجی دهشت و دروازه لاپورتا فلاکت برای گرینی‌های بارسا نزدیک شدن می‌گیرد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.